سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه. اولش پروردگار، آخرش پروردگار. در این دهه ماه شریف رمضان ما سوم جمع کردیم 4,122,000. خدا از همتون راضی باشن. رمضانتون مبارک. پروردگار این روزه گرفتگی هر یک قدم شما را به درگاهش قبول بگرداند. دوستان ما قرار داریم در گورод سمالینسکی اوبلاست، گورод صفونووا. مسجدی که میبینه کریشش اوج کندن همین مسجد. دوستان ما الحمدلله با یاری خداوند باز میگم با دستگیری شما سوم ما جمع کردیم. اکای دوملو هستن، این برادرو چچین هستن، این اکای استو هستن که ما یعنی سرجمعانه بود حاضر خانه بعد دوملو میتیم ان شاء الله. بعد با خودم گاو میزنم. پیشتا بیو اکای دوملو گاو بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. برادران عزیز، انا خدا خواهد نصیب باشد ریمان کردن سر کردیم ان شاء الله. انا امروز تخته میبرد حاضر میفروریم ان شاء الله، میبریم بالا. میخواهیم که کی خواهد اگر ان شاء الله کمک کردن عمده مهنت کردن باشد ان شاء الله. انا کی شکتور میکند، کی الکتریکش میکند، کی کدام کارا میکند، البته خرسند میشدیم ان شاء الله. خوب دوستان عزیز، اکای استو یکون سخن داشته باشه اگر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اینا کار سر کردن خدا عزیز مسجد نصیب باشه ان شاء الله. اینا کریسمس گرفتیم امروز. خب تختش هم خوزی میبریم همه چیز تیاره. اینا استو کدام چی کار نصیب باشه کدانی باشه مرحمت یاردم بیا یاردم کنه ان شاء الله. جای خوب خرد خوراک همش هستای چی نکنه همش تیاره. به مال اومده یاردم کردن گیره ان شاء الله. اینا خیر توکل به خدا مینداریم یاردم سخت کرده خدا روزی شو رحمت. بله دوستان عزیز دعاگو باشه. نگاه کنید حاضر ما الحمدلله رفتیم تنکش خریدیم، یعنی تخته و همو چیزی که در اوید با کریشه بود خریداری کردیم ان شاء الله. برادری که دوملا را بسیار زنگ میزده دوملا کی کار سر میشوه، یعنی که ما بریم یعنی سوم نداریم شرایط نداریم، میخوایم که کمک کنیم در خانه خدا. یعنی دهه ماه عید ان شاء الله میتونه که حاضر یا بعد رمضان هم میتونه بیا ان شاء الله کار سر کنیم. کار ما سر میشوه ای کریشه ان شاء الله. با هم تا آهسته میخوام با حرکت میکنیم که هر یک کاری سر میکنیم. از با ان شاء الله اگر که اسپیت کنیم ماشین بیام سیام کم میکنیم چه خریدار کنیم. پیش یک ویدیو موندم تماشا کنیم ان شاء الله. حرکت میکنیم هر یک ویدیو را یعنی چی میگم اچاد میسپریم که نکریشش زدیم شکتور کردیم بیتون ریختیم ان شاء الله. حرکت میکنیم که چی میگم اچاد به شما رو بسپریم. دوستان عزیز کارتی که در همین بالای ویدیو میبینید رقمای خدمت هستن 93 خدمت کارت بهادر برادر خدمت که ان شاء الله سومی که ما را از چاد گرفتیم یعنی که پیش از جنگا بود ما گفتیم که 4 میلیون این بود میشه در ما 7.5 میلیون حساب کرده بودیم. بخاطر 500,000 ما برزیات حساب کردیم. یکی متاسفانه این سوم بسی نمیکنه. اگه برادرها برمدن یا خیلیش الحمدلله گفره یا خیلیش گفتن که برای ترزوات میتونیم یا خیلیش گفتن در میتیم. کسی که میتونه دوستان عزیز میتونه کراسکا چیزی که خیر میکنه در این سه اتاج اون او کریشش هم بهت کلونه کریشش هم 4 اتاج حساب میشه. یعنی خیلی سوم تا 8 میلیون یا 11-12 میلیون میره. متاسفانه خیر از شد نوتوری نبود اما بعد جنگا دیده که همه چی میگن قیمتی شد. کسی میان این سوم از بو چیز نمیکنم دما 4 میلیون در کره 5 میلیون در کره یعنی اچاد سپاریده میشه ان شاء الله. اما کارتر میمونم کسی که من زرپلات وقت نگرفتی نو گرفتی نو مقصد سوم دار شدی در همین کارتا پارتوفتا میگیره کارتا اچاد میشه ان شاء الله که در تحت نظارت خدمون اکای منصور ولایت الله اکای بلو یعنی که در تحت نظارت های کدمت که میتونه در همین کارتا پارتوی به خاطر خدا چی قدر میتونه 1 روبل 10 روبل فرق نداره. ما چند قدر سوم جمع شد با ما هم قدر خوب میشه. از ما تخته خریدیم ان شاء الله یک برادر 80,000 پروست خرید تخته خیلی ان شاء الله بهت برادر بسیار خدا حفظ نکنه دعاگو باشه در تحت نظارت باشه. اینا کرانم اومد کران اینجا اومد اینا کرانم اومد مقصد ان شاء الله کارا اوج جنبیده شدن تک شد دعاگو باشه. دعا میکنه که پروردگار احد آسمان پروردگار قبول کنه آسان کنه. آمین الله اکبر. خداوندان کریم همه وقت تنجه و آبادی باشه سرجمی باشه. الحمدلله این تنجه آبادی وطن است که امروز تاجیکا یعنی این هم که برادر چچنن ما الله شاهده که اولش مسلمان فخر چی میگن فخری مسلمانی که تکبری نشه فخر میکنیم که تاجیکا در همین جا اومده مسجد کرده ایستادن مسلمانیم الحمدلله قوت گوش میگیریم. یعنی که تاجیکستان که آباد هسته امروز ما میتونیم که با از پسنداز خودمون مسجد بسازیم. فقط آگاه باشه. رحمت برای همه دوستان مقصد دستگیریتون که یعنی که کارگرای کمک بالا را آمدن مقامات بالا را الحمدلله دستگیری کنه از خصوصا وطن عزیز. رحمت خدا. سلام علیکم. یک چیز دیگه فراموش کردم بگم دوستان عزیز کوفتکاوی تاریخی کردین مقصد همین امام خطیبای همین تترای اینجا بسیاران این برادرها هستن. یعنی در 300-400 سال اخیر همینجا
در تاریخ همی تریتوری بگن سمالنسک اوبلاست مسجد نبوده. یعنی که یکمین مسجد میونه که در استوری مسلمانان خصوصا بود همین تاجیکای خم بمونه این بهترین یک نور الانور میشن. دوگو باشه. Дорогой, привет. Вот Крановчик приехал. Крановчик пришел. Дуагу باشه دوستان. خدا نگهبانتون باشه. پیگیری کنید استوریس من باباجان 88 در اینستاگرام در اینجا ان شاء الله دستگیری کنید ویدیو را. کسی نمیتونه خطی به کامنت دعا بنویسه. پادلی چکنه همین ویدیو تا که پخش شود مردم خیر کنه. دوگو السلام علیکم و رحمت الله.